نانوار میچ کس هم نیست، این بچه کلانم است. دیگه کس ندارم در خانه. مشکلاتم زیاد سخت است. از کی کمک بخوایم غیر از خداوند. شب و روز دعا میکنم، نماز میخوانم، خداوند کمکم کنه. میگم دیگه نم کمکای شماست که به دادم میرسین شما. من لیف میبافم، اینمی گاز میشه، اینمی یک چیز میز در خانه، چای هم یگان چیز میشه. سایه ما نان که پخته میکنه، یک دو تا نان بر میاره، قطق میاره بر ما 7 نفر. اونم اولادای میخوره، ما گای گشنه گای سیر که باشه میخورم که نباشه صبر خدا را میکنم. دیگه حالاتم زیاد سخت است. همیال مریض هستم، یک تکلیف میده دارم، تکلیف گرده دارم. دیگه تا چیشه ندارم که من تداوی خدا کنم. همیال شبم گریان میکنم، روزم خدایا من چه رقم کنم ما پدرش ور نشم که پدرشم اینم بود با سرطان تبدیل شد. دیگه من چه رقم کنم؟ من که چیشه ندارم از توان شک ما چی کنم؟ دالیز نداره، خانم زیاد سرد است. خانم سابقه است، تک توته و پرچه است. باز زمستان دیگه اومدگی خو چیزش ندارم که اومدگیش بگیرم. این میال نه چری دارم، نه صندلی، نه چوبش پیسیش دارم که بخرم. همیال اولادام چی میکرد که مادر چطور کنیم؟ گفتم خیر است، به خداوند تامل کو، خداوند چی میکنه که خیر بی خداوند خیرتان بده. که شو زنگ زدین بر من، بسیار عدست که خوشحال بودم، هیچ خوابم نبرد. شو دیگه بسیار همی که صبح شد میگفتم چه وقت که 2 بجه شد ما برم، یعنی که چی کمک است که بر من میکنن. یا میگم همی اولادایم بس امر کلان شو با چی درس تعلیم کنه، لباس چیزای نمی همشیریم که کنه که چیش میشه اونمو مرا میته. دیگه می بیا در زادام یک چیز میز که یگان چیزی که مستعمل میشه به ما میته. آر دروغا نمی یک 3 روز پیش همسایه ما 3 سیرکتی ما کمک کرد. میتونم که خیاطی کنم، من خو چیش ماشینش ندارم که ماشین کنم. از همسایه یگان دفعه میگیرم از می اولادای ما یا از می همسایه میدوزم، بس میگیری از خودم. دیگه خودم ندارم که مثلا همسایه لباس دوزی کنم، امی پیسه در دست بیارم. مصرف میایه که همون وسایل خیاطی برای پنجور شد. 10,000 مصرفش میایه که بعد تمام چیزایش بگیری کتیش. ان شاء الله ما کوشش میکنیم و صدا میکنیم برای دوستا که زنده باشی، خیری.